یوسف عزیز ما 5000 افغانی جایزه برده. واه 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 واه. حساب کن. 1000 2 3 4 5 5000 بوده است. البته ای از استعداد خودت است که خودت جواب گفتی جایزه بردی. خب اینه شاخهای گوه پیدا کردی. حالا از راستی نگی که شاخ گوه است. نه شاخ گوه نیست. نه باش خیمه. چی حال داری؟ خوب هستی؟ خوب است. نامه که چی است؟ یوسف. یوسف نام کی بوده؟ نام وإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اسم یک پیامبر بوده دیگه، صحیح است؟ خب یوسف عزیز مصروف چی کارهایی هستی؟ بایسکل سازی. این دیگه پرزای بایسکل هست؟ در خانه چند نفر هستین؟ 6. تنها خود کار میکنی؟ نه پدر ما. پدر چی کار میکنه؟ پدر ما می نمیکاره. یعنی حالی این پرزار کلش میتونی تعریف کنی که چی هست؟ خب این چی هست؟ اینی دیگه واقعا نمیتون. آینه است دیگه. آینه است. یگان خوشیاری که تیر طبیعت. این چی است؟ این زنگ است. قابک زنگ. این چیه؟ وی بابا گلاس صاحب باش. خب این چیه؟ زینش. زین؟ این زین. خب بیا یک کار میکنیم بچهش. نگفتی چی کار؟ مکتب میخوانی؟ صنف چند هستی؟ صنف 3. صنف 3؟ در کدام مکتب هستی؟ مکتب نوابات. نوابات بسیار خوب. یوسف جان ما 5 چیز از این اینجا بلند میکنم. اگه جوابش گفتی که چی است؟ صحیح. فکر کن 5000 جایزه داری. تعجب کردی؟ میشه؟ اینا رو باید فکرت جمع کنی، تمرکز کنی که باید جوابش بگویی. صحیح. صحیح است؟ صحیح. اجازه است؟ آماده هستی؟ آماده است. نفس بکش عمیق. دیگه آماده بازی میشی؟ آماده است. آماده هستی؟ بکش نفس عمیق. کشیدم. دقیقه خون سرد است. خب از آسان شروع میشه دیگه، صحیح است؟ باز آیسته آیسته سخت شده میره. این چی است؟ پایدل بایسکل. پایدل بایسکل؟ از بایسکل چینایی است؟ نه دیگه این صحیح جواب گفتی دیگه. آلمرسه که از پایدل چینایی است یا از چینایی است یا غیر چینایی؟ بگو بیا در پایدل از در کدامش که دل تو مندازی. خب آفرین، یک پوینت برنده شدی. 4 تا دیگه مونده. خب خب این چیه؟ زنجیر. ماشاءالله زنجیر. زنجیر چینایی است یا از غیر چینایی؟ دیگه از بایسکل است دیگه. آفرین. دو تا برده. تانوس 3 دانه دیگهش مونده دیگه، صحیح است؟ خب این چی است؟ مثلا تو باور دارم میتونی. اینی تو باشه نامش زیاده. نامش نگه، فقط بگو در کجایش می باشه. دینی پایدل میزنی دیگه در کتی پایدل یعنی چرخ زنجیر برکت در میاره. چرخ زنجیر برکت در میاره. ماشاءالله صحیح گفتی. گفتی موقعش هم که بگه صحیح است. 3 تا را جواب گفتی. یعنی اگر پرزر اید آرام موندی جواب گفته ندانستی باز اونو مشکل است دیگه. خوب از می بازی. تال چند تا جواب گفتی؟ 3 تا. چند تا مونده؟ 2 تا. 2 سوال نه؟ خب باش که من پیدا کنم. خب اینه شاخهای گوه پیدا کردی. حالا از راستی نگی که شاخ گوه است. نه شاخ گوه نیست. نه باش خیمه. خب اینیش نیست دیگه. خب بکش. بکشیش میتونی بکشی؟ اینه. دیگه شم بکش. این. خب این چی است؟ زین بایسکل آینش است. زین بایسکل است میگه آینش است. ماشاءالله. چند تا رو جواب گفتی؟ 4 تا. یکی مونده. یک تا دیگه سرنوشت ساز است.
اگه یک تا دیگر هم جواب بگید تو 5000 افغانی جایزه میبری. خیلی امیال چی ساز داری؟ خوبی سوال احساس خوشحالی. خوشحالی نه؟ در مکتب چندم نمره هستی؟ دیگه دوم ماشاءالله. خواه مگم ناگفته نمانه که ما هم کوشش میکنیم چیزای آسان بر بگویم نه؟ نه؟ خوب بچه هستم؟ زیاد یا کم؟ زیاد. خب باش که آخریش هست نه؟ غلط بود با چی؟ غلط بود دیگه کوشش میکنم برات کمک کنم اگه نتونست دیگه باز نمیفهمم. دستم میره. نه؟ خب ای چی هست؟ چکش. چی میگی؟ چکش. چکش چوبیز یا آینی؟ آینی. کتا این دیگه چیز؟ کتا این دیگه؟ پلاستیک. چکش هست. راستی ما هفتیم چیزای بایسکل ها پرسان میکنم میگه مربوط بایسکل نمیشه. اما جواب دادی دیگه صحیح است. بگو مشکل خود است که شروع از اول نکردی صحیح پرسان نه؟ خب یوسف عزیز ما 5000 افغانی جایزه برده. واه حساب کن. 1000 2 3 4 5 5000 البته ای از استعداد خودت است که خودت جواب گفتی جایزه بردی. یک بغل کشی کنیم.